سلام بچه‌ها، مخلصم و چاکرم. خوش اومدیم به چنل خودتون بچه‌ها. مخلصم بچه‌های خوشگل. مشکل تاجیکستان، منم یه جاییم که ماشینه و رفت آمده و با نور ماشینایی که دارن از روبرو میان دارم این ویدیو رو میگیرم. ببخشید که من دهنم چیز شد بخاطر که مادرم کلوچای خوشمزه‌ای درست کرد تو خونه و چند خودم جاتون خالی. بچه‌ها این ویدیو رو واسهتون درست کردم، آماده کردم و این اینتروشه که اینتروشو گذاشته بودم و پاک شده بود و اینا اتفاقات افتاده بود و گفتم دوباره بهتون این ویدیو بچه‌ها در مورد تفاوت‌های زبان فارسی افغانستان، تاجیکستان و ایران یه تفاوت‌هایی داره. خب مثلا یه کلماتی هست با هم دیگه فرق میکنه توی فارسی دری، تاجیک و ایران و اون تفاوت‌ها رو با هم دیگه یه چنلی هستش که ملودی پلاس اسمش و رفته تو کوچه پس کوچه‌های تاجیکستان و در مورد این تفاوت‌ها با مردم صحبت میکنه و ازشون میپرسه مثلا به دستشویی چی میگیم، شما چی میگید؟ نمیدونم ما به مثلا پارچ آب چی میگیم، شما چی میگید؟ به موتور چی میگیم، به ماشین چی میگیم؟ میگه میخواد فرقشون رو بدونه و میپرسه و این ویدیو خیلی جالب و خیلی خفن شده چون حس زندگی رو با آدم میده تو کوچه پس کوچه های تاجیکستان و اینکه امیدوارم که شما هم دوست داشته باشید. لایک و کامنت و ساب یادتون نره این ویدیو رو تا آخر ببینید و به دوستاتون معرفی کنید. Let's go. امروز ما هم آمدیم که امروی مردم عزیز صحبت بکنیم و بسیاری از دوستای ما خواستشان این بود که ما هم برنامه هایی را بگیریم مثل یکی از برنامه های قبلی که ما تصاویر در برنامه گنجانده بودیم که کلمات مردم افغانستان و تاجیکستان با هم یک جای بسازیم، تفاوت ها و یا شباهت هایش گوش کنیم ازشان، ببینیم که کدام کلمات کدام اجناس با هم شبیه هستند و یا از همدیگر فرق دارند. فهمیدید بچه اولا که چه پارکیه این؟ توی دوشنبه فکر میکنم باشه. خب بچه اگه میدونید که کجای دوشنبه هستش، یعنی اسم پارک چیه، تو کامنت ها بنویسید. و چه خانمای زیبایی تاجیکستان داره، به 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 به، چه هوایی. خوب هستن؟ نام مقبولتان چیست؟ تخمینه جان. از خود انوشا جان و تخمینه جان. چه اسمای خوشگلی. براتون نشان میدم، شما بگوین پورا به زبان تاجیکی چی میگن. یخدان. نه تدریسکی. بله یخدان. تخمینه جان درست دوستا، یخدان و ما در افغانستان ایره میگیم یخچال. او توی تاجیکستان به یخچال میگن یخدان. چقدر عجیب. یخچال ما میگیم یخچال، ما میگن یخدان. یخدان چون دان داره. خب ما تو فارسی ما البته به چیزایی میگیم که مثلا یخدان، گلدان، اون وسیله رو توش میذاریم، مثل گل رو میذاریم تو یه وسیله میشه گلدان. یخدان هم یه ظرفیه. چی؟ یخچال. دویش شبیه هم دیگر هستن، فقط یک کم تفاوت از در کلماتشون. یک تصویر دیگر هم براتون نشان بدیم، این ببینیم که خواهر مقبول ما میفهمه یا نه. Я не знаю татарский язык. Это что, это лестница? چیه این؟ چی بگی؟ На татарском что это? Я не знаю, что это. Это лестница и все. تخمینه جان؟ Я тоже نمیدونم. راهی که یک جای بالا میره آدم همونجاش. با تاجیکی نمیدونم، но лестница میشوم. ما лестница میگیم. نمیدونم. راه زینا. ده. راه زینا میگیم برش. راه زینا؟ چیه این؟ کدام گفتنی دارین بر کسایی که این چیه؟ یه چیزی داره نشون میده خب که این بچه های تاجیکستان نمیفهمن به فارسی چی میشه. یعنی این چون تاجیکستان روسی هم صحبت میکنن، بعضی کلماتشون روسیه دیگه. خب بعد میگه این چیه، میگه نمیدونم این چیه. این فکر کنم برا پله دیگه، ما میگیم پله. فکر کنم پله. آره. Спасибо, нет, رحمت. تشکر تخمینه جان. رحمت. سلام. سلام. خوب هستین؟ خوب. اسمتان چیست برادر؟ رستم. رستم جان. رستم جان. ماشاءالله. شما بگین تو با تاجیکی چی میگن؟ خوب. در لهجه ما با تاجیکی این رسم رو اتومبیل. چی؟ اتومبیل. اتومبیل و ما در افغانستان اتومبیل. و این میگیم موتر.
آسان است سخت؟ یک کمتر. آسان ده. توی تاجیکستان زبون تاجیک به میگن به اتومبیل میگن اتومبیل، همچین چیزی. ما میگیم ماشین، خودرو، و افغانا میگن موتر. آسان. یک عکس دیگر رو براتون نشان بدم چطور؟ معلش. این عکس به خاطر برای شما در نظر گرفتم چون از اون طرف می آمدین دیدمتان، به خاطر که زیادتر آقایان به موتر سر کار دارن و به خاطر از خودت پرسید. معلش. چه پارک خوشگلیه. یا این راست در ما نام دارد پنجره. پنجره میگیم. با ما در افغانستان اینا میگیم کتارام میگیم و بعضی ها پنجرام میگیشه. پنجره نام دارد. پنجره و یا این کتاره. چی آخه؟ ما حرفش کتاره واضح میگیم. نیست. قطاره در ما پاییز میشه. قطار نه کتاره. و قطار که شما گفتین قطار ما هم میگیم یا قطار یا خط ریل. پرواز. نه خط ریل میگیم، شما برش میگین قطار، ما میگیم خط ریل، ولی این کتاره. این پنجره. پنجره بعضی ها برش پنجره میگن ولی به ندرت بسیار کم مردم پنجره میگن. این فکر کنم راپله بچه ها. خب ما به اینا میگیم راپله، پله. قدم میذاری روش میشه پله. خب نمیدونم حالا این عکس اون چیزی که من ببینم هست یا چیزی دیگه ایه. زیادتر به طور عام برش کتاره میگن. رستم جان خودت چی کار میکنی؟ ما اساس آموزگار هستیم بسیار. و بعدا با آموزگاری موسیقی در ساحه موسیقی هستیم و نوازنده هستیم. بسیار خوب. نوازنده در زندگی میکنین؟ در دوشنبه زندگی میکنیم. ماشاءالله. موسیقی هستین. کدام آله موسیقی را آموزش میکنین؟ موسیقی ما نوازنده ما اسبای ما نام دارد کرنه، سورنه، دایره، همین چیزا نام دارد. بسیار خوب. شاله. دارین؟ از شاگردا است. بیشتر این اسبای ما استفاده بردن میشه در چورابینی ها، در کنسرت ها، در توی معرکه ها، خورسندی ها ده. ای جان. که امو ابزار نوازندگی تان ملودی پلاس. که یک آله را که خودتان نام بردین اون را می نواختین. سلام. خوب هستی؟ ای جان. نام مقبول چیست؟ عمر. چی؟ عمر. عمر جان. عمر جان. چه لپایی داره عمر. یعنی توفنه و شکلات و با خودک. هاداگ دارین؟ کافی هم دارین؟ هات داگ دارن. بسیار خوب. عمر جان من یک عکس برات نشان میدم، بگو که با تاجیکی رو شما چی میگن؟ این اول دوستای ما ببینن که برشان معلوم بشه. عمر جان این ها پیچکم. پیچکه میگه نه؟ بله. هم پیچکه میگیم برش و هم میگین که گرم کنند. بله. و ما این در افغانستان برش میگیم بخاری. ما هم تو ایران میگیم بخاری. برش میگیم بخاری. باز بعضی هایش هستن بخاری های آتشی هست، بعضی هایش هست بخاری های برقی. برقی و در گازی. تاجیکستان برش میگن گرم کنند. عمر جان روزانه چند بجه کار میایی؟ روزانه چه؟ از ساعت چند کار میایی؟ من از ساعت 1 تا 11 شب. وقت زیاد را کار میکنی. چند ساله هستی؟ من 13 سال. 13 سال مکتب میری؟ بله. ماشاءالله. بچه قهرمان که هم درس میخونه و هم کار میکنه. بله بیشک. عمر جان یک دونه کافی رو میگیریم در آقای سر بینوشیم تا گرم شویم. عمر جان یک کافی برامون جور کن. یک کافی هم برا ما جور کن. این عکس جانا. تاجیکی چی بگیم؟ ماشاءالله. جایی که خانم ها میرن خدا مقبول. کاشانه حسن. کاشانه حسن. و ما در افغانستان برش میگیم آرایشگاه. آرایشگاه. ما هم تو ایران بچه ها به میگیم آرایشگاه. خب ولی کاشانه یا حسن تو تاجیکستان میگن. آرایشگاه. یا که سالن زیبایی. هر دوش دقیقه. قریب گپای آسانه. تاجیکی نشمه. به فارسی تاجیکی یخیر. افغانی و تاجیکی. بله هر دوش آسان هستن و ما هم امروز به می خاطر آمده بودیم که همین کلمات را که شبیه هم دیگر هستن. بسیاری کلمات حتی هر دوش یکی هست. در هر دو کشور هر دوش به یک اسم یاد میشه. با ما خاطر آمدیم که از مردم عزیز از زبان خودشان بشنویم که در تاجیکستانی کلمات چی میگن. ما بسیار کلمه روسی به عادت کردگی.
آدمای وقتی سیوز اساسه گپای روسی موندگی ما به زیادتر روسی میگیم. کاشانه حسن. کاشانه حسن. خب یعنی اون فارسی اصیل این کاشانه حسن. تاجیکستان اصل فارسی دریه دیگه. خب کاشانه حسن یعنی یک اصلا اسمش مشخص فارسیه، ولی این خانوم میگه که تاجیکستان زبان روسی خیلی درش آمیخته شده. یا آرایشگاه حقم دارن البته، یعنی درسته دیگه، چون چند سال ها صده ها تاجیکستان زیر، یعنی با تاجیکستان و روسیه یک کشور بودن شوروی. تاجیکستان هم جزوش بوده دیگه، که نمیدونم تو سال چند بود که به استقلال رسیدن. زنده باشین. تشکر. ملکه جان از خودت؟ مونسا جان. ملکه جان چه خانومای خوشگلی جوون ماشاءالله نشان بدیم بر مردم و مشابهت های زبان تاجیکی و تاجیکستان. دوشنبه جالبه نشان بدیم. ما یک عکس براتون نشان میدیم، شما بگین که با تاجیکی رو چی میگه. به به. آتش میگیم برای ما همین در افغانستان آتش میگیم. کلمات آتش. ما هم توی ایران میگیم آتش. شما هم زبان هستیم. پس که یا آسان بود یا ای که اونم میفهمیدین یا ای که همه ما یک چیز میفتین جواب دادید. حالی اگه عکس دیگرم براتون نشان میدیم. سعید عکس بعدی ببینیم چیه. چی آشخانه؟ بله آشخانه. شما میگین آشخانه، ما برش میگیم آشپزخانه. ما هم میگیم آشپزخونه. اونقدر فرق نداره نه؟ هر دوش کلمه است که هم ردیف هستند. آره خیلی نزدیکه. تو لهجه فرق میکنه. الان بگیم بچه تو فارسی دری خیلی از کلماتو ما مثلا تو فارسی ایران کلماتی که توش الف داره رو او یا او میخونیم. مثلا آشپزخانه میگن، دری ما میگیم آشپزخونه. الف رو به و تبدیل میکنیم، آشپزخانه آشپزخونه. فهمیدی اینجوریه. کی دیگه؟ نام خودت چی بود؟ مونسا جان. اینا یک دیگه شاید مونسا جان پرسان میکنم. خب باشه که عکس اینا مونسا جان. بینا میگین. بله. چی هست؟ ما هم برش میگیم بلاکا میگیم یا که منازل رهایشی. چی هستین؟ بنا هم در بعضی جای برش بنا هم میگیم. مونسا جان هر دیتان برای کسایی که میبینید تان کدام گفتنی داره بفرمایید. ساختمونه، یه ساختمون کاخی، یه ساختمون اصلا بلند بود، مثل برج بود. ما میگیم برج، اونا میگیم بنا. Нет, нечего сказать, но желаем удачи вам. Да. Удачи вам بربری خواهم. زنده باشید. تشکر. قسمت که دیدین امروز بازم کلمات را و نام اشیا را هم به زبان تاجیکی و همچنان البته به لهجه تاجیکی و همچنان به لهجه‌ای که به افغانستان یاد میشه را همیشه گفتیم و شما هم از زبان خودشون شنیدید. بچه چنل این خانوم رو لایک کنی، توی دیسکریپشن میذارم لینک چنلشو، سابسکرایب بکنی چنلشو که یه حمایت هم کرده باشیم چون از ویدیوش استفاده کردیم. چاکر بچه‌ها. من که خیلی خوشم اومد بچه‌ها. نظر شما چی بود؟ عالی بود. به نظر من خیلی قشنگ بود. چاکر بچه‌ها. لایک و کامنت و ساب یادتون نره. همین بکوبون لایک و چاکرم. تا دیداری دیگر. بدرود.